آمدن ای خونش توک زدن ای 3 مترش خش پرتو دادن آمدن پول خود без предел без сойби ابلا و 7 کیلومتر بچه آمدن ای خونش توک کردن بچه ای 3 مترش خش پرتو اینا در زمین خواه без предел полный ход. Aplava. Sisma. Hablaba rabia, hablaba. آمدن ای خونش توک زدن ای 3 مترش خش پرتو دادن آمدن پول خود без предел без сойби حاضر گویم اگر این تا سخت کرده گویم نادرست است باز یکی ممکن شما ویران شوید لیکن ملایم کرده میگویم که کرخط از اسلام نیست کرخط از اسلام نیست در رشته گره انداختن و پوف کردن هم حبیب خدا از جمله سحر گفتن این جادو هست گفتن حدیث است برادر عزیز و گرامی اگر کسی در گره می دمد و او را گره می اندازد و در گردنش کشال می کند برای مال گم شدت می تید همین از سحر گفتن همین از جادو گفتن و کسی گفتن اگر مبتلای سحر پایبند سحر باشد پس او در شرکیات رفتگی هست و این خاطر شما دادر عزیز یک کار کنین حدیث های پیغمبر در آمده است کسی چیزی را که گم کند اولا در مسجد اعلان نکند من خوانده بودم برای شما که چیزی گم شده را در مسجد اعلانش جایز نیست درست نیست و این که آن چیزی از شما گم می شود چه مبلغ باشد چیزی نباشد در حال 2 رکعت نماز خوانید در حال 2 رکعت نماز خوان بعد التحیات انجام دادن درودار خواندی سلام دادی دستات به سوی پروردگار بردار بگو خدایا همین مبلغی که در دست من بود این آرامی دل من بود این وقت خوشی من بود این مهربانی و لطافتی تو بود که به دست من آمد امروز که این از دست من ای پروردگار تو که گرفتی باز به سوی تو مراجعت میکنم خدایا همون را باز پس بر من نصیب کردم
انا همین معنای حدیث است. مراجعت کن به آن ذاتی که اینا گم کرد، همون ذات برای تو پیداش میکنه. این از طریق درستش داده رای عزیز. مایل از این اگرچه که بسیاری از برادرها در این مشغول هستند، لیکن این ناجایز است، این نادرست است. طریق درست داشت انا همین است. بله انسانی که گاو گم میکند، پول گم میکند، برای دریافت کردن او تا پیش فالبین ها را میرود. میدانید پیش فالبین میرود. همون که پیش فالبین رفتگی آدم دیگر مگرم گفته همین مردم خودمون مگرم میگه، مگرم که همین قرآن و حدیث پس پشت مانه و بعد پیش فالبین برود. برای چی؟ برای پیدا کردن آن چیزی که گم شده. یک آدم حکایت کرد، گفت که همین گردنبند زنم در خانه گم شد. گردنبند زن، گردنبند خواهرم در خانه گم شد. خیلی دیگر وقتی که در خانه که کلین باشد، مردم ما در گردن کلین میزنند، دیگر پر ندارد و کلین گرفت است نگرفت است. امروز این ما و شما داد. اکنون من برای چی اینا را میگم؟ من برای اون میگویم که در پیش من مراجعت زیاد است، تهمت زیاد است نسبت کلین ها. نگرفت است بیچاره، زار گریه میکند، قسم میخورد، باورش نمیکند. حاضر چی کار شود؟ همون در گردن کلین میزن، میگن همین کلین کردگی هست. همون بیچاره هم در گردن کلین زدن. خیلی کلین بردن یک مدت قریب یک هفته 2 هفته ای خانه دور ماندنش، خب اتاب دا گرفتنش. بعد پیش فالبین رفتن، فالبین همین شهر کولا رفتن، گفتن همین خیلچیده است. بعد یک کم طرق همین تا فکر که خیلی جین ها اکو باید پیشش در جین ها هرچی میگن اکو دروغ باید نیست. آخوره یافتنش تینده میگد. یک مصره های شعری عجیب بود از سعدی، خدا رحمتش کند، از یادم رفت. خب نام فالبین که گرفتید سخنی خوب فراموش می شود. رفت میگه پیش فالبین، درام میگه در پیش فالبین گفتم که همون گردنبند زنم گم شده. بعد میگه کم ترمی تو تنفس کرد و هیچ وقت نمیتد دیگر. پیش فالبین میرود، علاقه ایمان دیگه پرید رفت، نکاح ها بریده درک ندارد. بعد چیز گو همین خیل. بعد یک دمک ایستاده، بعد فالبین چیز گو کدام دزدی بود است که بسیار دزدی متخصص بود است. همین خیل بسیار متخصص بود است در دزدی. چه خیل؟ گفته است که میفهمیده است که چیزی دزدیدگی را اگر در پیشاب پرتای دیگه فالبین ها یافتش نمیتونند، جین ها یافته نمیتونند. برای همین گردنبند زند در درون کدام پیشابی های اکو پیشاب در کجای ای کجا میوری پیشاب نمیدانی دیگه. مثلا در درون یک پیشاب های برین بیاوین. این مرحمت جوابی او. همه آدم باید همینجا نماز میخونه برادر، اول شاید شنیده تا سخنی مرا. ما برای او گفتیم، رفت بیچاره از سر نکاش از نو کرد. خب همه راهاش فهمانیدیم. خیلی از جاهلی بود است، از نافهمی بود است. زنش هم آورد بیچاره از زندگی کش خوب بود، لیکن گردنبند دیگر نیافت. حالی هم در همون درون پیش آورد. این مرحمت. برای همین این کرخت هم مثل همون است برادر عزیز. اکو با آدم ها با بندق و با کارچه تکیه نکنینو، خوبش دلت میسوزه با گاوت با پولت درست کرد نماز بخوان. از خدا زاره کو، به نام آن خدایی که خلقم کرده است، از صدق پروردگار از زاره کو پیداش میکنه انشاءالله. خب السلام علیکم داملای شیرین سخن. من یکی از مخلصان اشدی شما هستم. بابای داملا در شهر کولاب آوازه پهن شده است. خب که سال 2012 قیامت می شود و حتی در گازیته ها چاپ شده است. التماس بابای داملا این سوال را به ما پوره فهمانید. خداوند شما را از همه تهمت ها نگه دارد. در حق ما دعای خیر کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یسألونک عن الساعة ایان مرساها